سلام و درود به عزیزانی که الان صدای منو دارن. دوستان تصمیم گرفتم هر روز یه سری مطالبی که برای خودم جالبه برای شما هم ویدیوشو بذارم. اینجا ببینید چی نوشته. نوشته با کودکی خودتون دوباره پیوند بگیرید. یکم استوب میکنم که شما این متن رو بخونید. میگه که نیروی درونی که در شما بوده طبق سالیانی که گذشت از کودکیتون به سمت بزرگسالی، این نیروی درونی کم کم محو شد و شما اگر بری و دوباره به دوران کودکیت فکر بکنی، دوباره اون نیروی درونی در تو زنده میشه. و یک تصویر جالبی هم هست که من میخوام شما هم ببینید. ببینید این بچه ها چقدر شادن. نظرتون راجع به این تصویر چیه؟